تحسینه و من اصلا واسه همین دارم این ویدیو رو میگیرم چون واقعا خیلی خوش آمده و خیلی به نظر باحاله. بچه‌ها خیلی مواظب خودتون باشید، با پدر مادرام خیلی مواظب بچه‌هامون باشیم، خیلی مواظب بچه‌های کوچیک‌تر باشیم، برادر کوچیک‌تر، خواهر کوچیک‌تر. خیلی راحت خیلی شیک بیایم توضیح بدیم که آقا یه همچین اتفاقایی هست، نمیدونم جاهای خصوصی کجاست فلانه، یه وقت کسی اومد فلان کارو کرد بیای به ما بگی. این اعتماد به نفس رو بدیم به اون بچه که آقا بیاد و بیاین بگیم که آقا این آقا مثلا فلان کارو کرد، این آقا به من نزدیک شد، این آقا این کارو کرد، میدونی این خانم حتی بیاین بگیم. اصلا خجالت نداره، اون طرف باید خجالت بکشه راجع به همه چی، هم با پدر مادرام، هم با برادرام، هم با خواهرام. این اجازه رو به بچه‌ها بدیم، این اعتماد به نفس رو داشته باشن، بدونن آقا تقصیر خودشون نیست. یه گاوی یه فلانی اومده مثلا یه همچین کاری گویی می‌خواسته بخوره، بیاد بگه ما بریم مثلا دهن یارو رو آسفالت بکنیم.